سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمیگذرانند. همین چند پیش وزیر سابق صنعت شفقت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگی پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت را هم برای فساد دستگیر کردند. خود امامد رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید می‌کند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها ریشه‌کن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصراللهیف وکیل دفاع که پرونده‌های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانس ضد کروپسیا رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادند و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام‌های بدترین گذاشته است. بر اساس رده‌بندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده‌های مقامات و تأسیس نهاد مخصوص مبارزه با کروپسیا این ظهورات در تاجیکستان کم نمی شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع میکنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟ خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در همون اتحادیه اروپا ما میبینیم که مثلا از رسانه‌های خبری اطلاع میدهند که چند نفر از همون رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا ایبدار شدند. این موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکردم. تاجیکستان خب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این من چقدر اثبات کرده میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این ما نمیتونیم ثابت کنیم. تشکر. بختیار نصرالله، نظر شما چی است؟ مرحبا. پیش از همه سلام علیکم. البته اون مثالی که اون اموری که از طرف سازمان بین المللی اوید به مبارزه با کروپسیا آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبهه دارم که این تشکیلات کدام کریتریا ها را استفاده میبرد، برای کدام کریتریا ها که ها با آنها معلومات، کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین من شخصا تا کدام شدت کروپسیا در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است به این معلومات که همین تشکیلات بین المللی پیشنهاد کردگی تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات، همچون یک فعال جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کروپسیا هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کروپسیا، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر من چخیلی که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پاره‌خوری است. پاره‌خوری البته کروپسیا است، لیکن مبارزه با کروپسیا دیگر است، پیشگیری پاره‌خوری دیگر است. پاره‌خوری یک قسم کروپسیا است که البته دولت، نهادهای دولتی وظیفه‌دارند حکومتی که با پاره‌خوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کروپسیا این باید که فراختر باشد. ببینید آنگونه که به نظر می رسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرده است. مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیم جان نبیزاده نشانه مبارزه با کروپسیا در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادند. یک مثال روشن. مبارزه با کروپسیا در سطح بالا است. این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت، حکومت تاجیکستان با کروپسیا مبارزه میبرد. لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخص های منصبداری پاره‌خور را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کروپسیا است.
من چنین حساب میکنم که برای کروپسیا رو باید کروپسیا رو ریشه کردن در کار. عامل های پیدایش کروپسیا این دیگر مسئله هست. چرا مقامات بلندپایه را که برای صدها هزار دلار رشوه‌گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند، ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن 500 یا 600 دلار به 6-7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است؟ جناب ذوالفقار اسماعیلیان، شما همچون ژورنالیست چی میگویید به این مسئله؟ یعنی گفتن اینکه با فساد میشه 100% مبارزه بود از حق مقامات دولتی و دیگر این چیزها واقعیت دارن. در داخل کشور ما اگر مثلا ما 100 سالها مبارزه بریم با کروپسیا، ما هیچ کار کردن نمیتونیم. چرا؟ سببش چیه؟ چرا؟ منتالیته مردم ما دیگر است. شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چی است به همین سوالهایی که مطرح کردیم؟ اما بیاید درست‌تر است به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کانکریتی حوزه مشخص آورده اویدی دستگیر کردن، یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان. مشکل در فهمش همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم اویدی حالت کار پورا نمیدونم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلوماتی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه‌های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کروپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان به مقدار از آن، یعنی از برای قلابی از آن خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت‌های مادی، یعنی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردن ضرر، یعنی زیانی که رسانده شده است، جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند. یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشد یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشد، لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور من است. و اگر به ماده 240، یعنی وقتی که شخص را با ماده 247 گناهکار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و میگم که در اینجا کروپسیا هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب دادم. در پی سنجش‌های آژانسی مبارزه با کروپسیا تاجیکستان در 6 ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری مأموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟ من باز گفتم که اگر ما به همین شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از این هم داشتیم مبارزه با کروپسیا، با ما هیچی نمیتونه و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میدیم اونا بیشتر میشن. هیچی فرقی نداره، چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصبدارا، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه را میسپارم با کار ما دوام میدیم. یعنی که روحان و مثلا چی بگیم، مردم برای همین اومده هم که همین کار را خودشون بکنن. به همین سوال نظر بختیار نصرالله زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟ برای من این دو نشان داد است. یکم نشان داد اون است که در جامعه ما البته کروپسیا هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دوم نشانه است که از طرف مقامات آژانسی، یعنی مقامات دولت، مبارزه با کروپسیا است، با پاره‌خوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتری که نوبت من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتالیته مردمی با پاره‌خوری باشد. من همین رو گفتنیم که در منتالیته مردم تاجیک عموما پاره‌خوری نیست، بلکه مبارزه با پاره‌خوری با کروپسیا است. حتی اگر عنعنه‌های دولتی تاجیکی رو گیریم همه وقت مبارزه با کروپسیا، عموما دست به کروپسیا نزدن، این یک
پیشرفت نشان داد. پیشرفت دولت تاجیکستان بود. البته 500 600 سال آخر که دولت ترکی بود در اساس نظام مغول ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت‌های پیشتر زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گریم مبارزه مثال‌های کانکریتی و عمیق و دقیق است که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه را خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این به گذشته دور نریم، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودن کروپسیا، رواج یافتن کروپسیا در جامعه تاجیکستان این زیاد بودن صلاحیت و وکالت‌های شخصان منصبدار و پس بودن مسئولیت آنها که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده. در قانونگذاری‌های جمهوری تاجیکستان به شخص‌های منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت‌های زیاد داده شده، اما مسئولیت را کم آورده شده و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معمای حل کرده تونیم، البته شدت کروپسیا در تاجیکستان خیلی پس میشه. در موضوع همین وجود کروپسیا در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا. خیلی بسیار جدا چخلای تغیی میکنند پلیبامو گاییدم لیبا جدا میکردم باید بود شوا باید خیلی تستر شدنش باید یگان چیزی انده امکان دارد که حکومت پیش همین چیزا بگیرد؟ لوجش هسته اولیکاش را ممکن بلندتر کنن بعد همین کار از حق قپل میشه. همین کروپسیا وجود دارد؟ وجود دارد. آیا امکان پیشگیریش هست؟ حکومت میتونه اینو پیشگیری کنه؟ به فکرم میتوند. کدام راه میتونه؟ نظارت به فکرم. اکی رو شکل من نمیفهمم خیلی روکتی باید شود. خاکیار یا زمانش ده که به فکرم همه هلو نهرم پرش ده چی بگم من ندارم. مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتونم، من مکتب پورا کودک من درو آوردم. 12 سال نمی‌آمدم این مسکو. واقعا نمیدونم که اهمیت ندادم. یعنی خودت انگام بار مشاهده نکردید؟ نه اهمیت نشده. به روبرو هم نشیدم، اهمیت هم ندادم. تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادن و حالا نظر شما را میخوام بپرسم. جناب نصرالله درباره همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟ اون نواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده آمد پورا نواد، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت به بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت. بله درست هم میگویم. پرزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرد است که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان میکنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی میمانند؟ مقامات چشم میپوشند به مشکلات یا چیز دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارید؟ مرحبا. هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کروپسیا هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمیشد، همین خبرهایی که خود لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفته نشود، یعنی جامعه نظر سیستم باید کار کرد که خود جامعه آن را نظارت کند. خود نهادهای دولتی امکانات پوره هم پیشگیری کروپسیا را ندارند. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم. ممکن حاضر اگر همین در سطح ریون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها و مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق ملیت هر روز اطراف ادارهشون رو بیشتر پنجره پوش کردند، هر خیلی که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند. یعنی با بهانه اون که بی‌خطری همون البته بی‌خطری برای مقامات های دولتی، شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمان امروزه. لیکن به هر حال من چنین حساب می‌کنم که در باید گشاده باشه، مردم باید که نظارت کرده تواند. برای همین البته اصلاحات ها
ضرور است. جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حالی ما دادیم که یعنی پرزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کروپسیون میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟ این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پساشوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشون. در همه جا، در قزاقستان، قرقیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین 4 تمگه بدزنه برن در بانک‌های خارجی مونند که برای آیندهشون خیلی چی بگم، یعنی آینده در اونجا زندگی خوب میکنن یا که پنهان میکنن، پول و مالشون هیچ که دسترس نمیشه. پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارا نشون، همین کارا رخ ندهند؟ این ادارهای دولتی هستن که باید کار کنن، اونا باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبرن، در کجا چقدر. تشکر به شما و مهمانان ما، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار سابق دار و بختیار نصرالله وکیل دفاع امروز در برنامه گپ آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یگان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد، در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید. و من میرزا نبی خالقزاد بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.